از ماشین های عادی تا دکدن در ارگی تی جی. ارگی تی جی سامانه ای که دست بکار است. اوزن چرا ضبط کردی؟ معقول نشد. دیوانه این رو تازه کن. با تو چیزی که گویم اجرا میکنی. اگر خواهشم را اجرا نکنی این نوا را در اینترنت پخش نموده تو را شرمنده میکنم. با کسی یک کلمه هم نگو. فهمیدی؟ چیچک؟ چیچک خوب هستی؟ چیچک؟ اون بچه با تو یکم بدی کرد؟ مرا آرام گذار. این قسم قفایش کمی کلان بوده است. این بین کلان است. فهمو زود حل میکنیم، اما برخالته هایتون رو یک سو گذارید که مانع نشوند. نه نمیشود زنی زیبا. سومکه ها برای من میستند. بیایید در همین جا میگذاریم، هیچ کس نمیرسد. نمیشود. من این را با چه دشواری ها به دست آوردم میدانی؟ پس در پیش پایتون گذارید. اما از حاضر میگویم که از اینجا نمی جنبم. خوب جناب، خاطر نشوید، من لباس ها رو به اینجا میارم. کمی زحمت میشود. همه جدا کرده هایم را میخرم. همش رو؟ بله همش را. حاضر تو فکری میکنی که من پول ندارم؟ خواطر نشو، من پول بسیار دارم. انا ببین، دیدی؟ فهمیدی جانم؟ فهمیدی؟ اکنون رو. خانم مجیده، لباسهای کمال رو گذاشتم، اما کمال رو نشان ندادند. نفهمیدم. قاعده همین خیلی بوده است. امروز شمار یا نظارت دارند. نفهمیدم. خلاص دیده نتوانستم. خدا خواهد پگاه میبینم. فهمو تا باز دید. کمال ایپکچی، این را برای تو آوردم. تشکر. همه خاطره های بد در گذشته میمانند. من او را یک خبرگیرم حاضر می آیم. هی فیلسوف، با این لباس ها با ما نمایش برپا میکنی؟ رفیقان دل خوشی میکنیم. این آلوفته با ما نمایش برپا میکرده است. نرس. الکی رسیده. کنی سر کن. چی کار میکنی؟ چی کار میکنی؟
سردت حالا جزایت را میدیم. فکر نکن که همش در اینجا به آخر رسید. مرا سردت میگویم تمام نشده است. سردت میگویم. سردت میگویم. سردت و میمانخانه ما خوش آمده. خوش باشید. من گیرم. به اینها نرس. در بغاج بوده ها را گرفته ببر. ایجی از حادثه های دیروزه خبر داری؟ نه چی شده است؟ ایپکچی کمال ایپکچی دیروز در شب نشینی یک مرد رو پرونده است. باور میکنی آن مرد مرده است؟ تو چی رو میگویی؟ من جدیم. به خدا که در اول من هم باور نکردم، اما زیبا آلفته شدم. جای خواب به مانند گهار است. حالاییست من چی کار میکنم؟ لبای الو سلام خانم سوزن، من فاضل. چی میخوایی؟ من یگان چیز نمیخواهم، اما به شما یک چیز گفته میتوانم. چی گفتن میخوایی؟ نفهمیدم. به شما یک چیز گفته میتوانم میگویم. یک معلومات بهترش خبر گویم، یعنی چیزی که برای شما فایده دارد. باز چی نیرم؟